بعضی از خانم‌ها هستن که به تنهایی نقش هر دو والد رو به صورت کامل و درست بازی میکنن، یعنی هم پدرند و هم مادر و هم نقش خودشون رو درست ایفا میکنن و هم نقش طرف مقابلشون رو، یعنی هم پر از محبتن و هم پر از اقتدارن و پر از احترامن. اینها فرزندانی رو تربیت میکنند که این فرزندان انسانند، شریفند، مثمر ثمرند، به درد جامعه میخورند. باید قدر این خانم‌ها رو دونست. صبحها زودتر از همه بیدار میشن و شبها دیرتر از همه میخوابن. هیچ کس اشک و بغض و ناله و آه اینها رو ندیده. انرژی منفی ندارند. انقدر خوش بیانند، خوش روند، خوش صحبتند و انقدر انرژیزا و انرژی بخشند که برای جامعه ما مفیدن. باید قدر اینا رو دونست، باید اینا رو روی سر نگه داشت. اینها مادرانی هستند که فقط از اینها خدا یه دونه خلق کرده برای این بچه ها و این مادرها نقششون تا ابد باقی میمونه. دم شما گرم.